سلام، خیلی مخلصیم. اولا اینکه فکر کنم خدا دیروز ما صحبت کردیم راجعش، بهش برخورد، از صبح تهران داره میباره. این از این. یه موضوع دیگه ای هم که هست، 2 تا خبر خوب دارم، یکی واسه خانوما، یکی هم واسه آقایون. قدیم گفتن که خانوما مقدم ترن، ولی خبر خوب خانوما رو آخر میگم، چون تکمیل کننده خبر اولی است. خبر اول اینه که آقایون مهریه 14 تا سکه تکمیل شد، یعنی نه بیشتر میتونی مهر کنی نه اذیت آزاری داره. این یک، یعنی اشغال. بعد پابندم، فقط پابند داره، و اینکه تحت تعقیب هم قرار نمیگیری. این یک. دوم اینه که در ضمن آقایون خیلی خوشحال نباشید، همچنان به ظرف شستن و اینا ادامه بدین، چون که خبر دوم اینه واسه خانوما اینه که خانومای عزیز و محترم، این آقایون هیچ کدومشون 2 میلیارد 14 سکه هم نداره، یعنی 2 میلیارد هم هنوز نتونستن جور کنن. پس همچنان بر تخت فرمان روایی خودتون تکیه بدید، اصلا از جاتون تکون نخورید، اصلا هم نگران نباشید. آقایون هم هول نشید، فعلا خبری نیست، فقط خواستم بدونید که همچنان تو پاچتونه. خیلی مخلصیم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. هوای امروز هم که هوا 2-3 نفره است، آره دیگه، هر کی داره از این هوا لذت میبره، امیدوارم که یاد ما رو هم بکنه. روز خوبی داشته باشی، خدا نگهدار.